تماشابینان عزیز السلام علیکم. شما هر یکی شمایان رو به خیر و شادی میگویم. این ما تصمیم گرفتیم بابت بیماری سرطان صحبتی داشته باشیم. حالا در مرکز ما بیش از 812 بیماری که گرفتار سرطان گردنی که بچگان هستند در قید می باشند. بعد تولد شدن همه گردنی که بچگان آسیب می یابد، بسیاری وقت آسیب می یابد. بعد این بیماری ها آغاز می شود. معالجه این نمود بیماری از چند روز طول میشه در حالی که بر وقت مراجعت کردن. بیماران سرطان روز از روز جوان شده است. باید هر یک زن به ما توصیه میدیم که بعد تمام شوی حیض یعنی که بینمازی در شرایط های جای استقامت خودشان پیش آینه ایستاده، خود معاینه یعنی پیش آینه ایستاده، لباسشان کشیده، خود معاینه غدود شیری را یک ماه و یک مرتبه در پنجم هفتم روزی بعد بینمازی معاینه کردنشان حتمی است. تفاوت بیماری سرطان این تفاوت کمپلکسی دارد، از آن جمله جراحی، کیمیایی و مواجهه نوری که امروز در مرکز سرطان شناسی ولایت سوخت در سطح زمانی این براه مانده شده است. اگر نفرانی که معالجه از این بیماری گرفته ایستاده باشند میگن من گرفتم پنجم خیموتراپی گرفتم، چهارم خیموتراپی گرفتم، یا ششمش رو میگیرم نهایی است. این حالت نه مواجهه کیمیایی کردن میشه، نه جراحی کردن میشه، نه مواجهه نوری. تمام فقط بهتر زیاد میشه که بعد فکر میکنه که بیماری سرطان بیمارانی که در اول بیماری سرطان دارند بعد 35 سالگی 2 سال و 1 مرتبه معاینه ماموگرافی برای پیشگیری بیماری سرطانی غدود شیری گذاشته ایستادنشان لازم. تو چه اندازه این درست است؟ چیزایی که از طرف طبیبای خاطی میگن استفاده میبرن اینا یگان ترکیبی و معین نیست. ولی شخصی که این رو تعیین میکنه خودش ترکیبی همون چیزا نداره که کدام اون رو این تاثیر میکنه، چه تاثیر میکنه، ضررهای منفی داره یا نه، استفاده شیری شده هست اینجا واقعا استفاده میبرن. اسید داروهای حیوان هست در نمیتونه ترکیب خطرناک بوده. بعضی حالات بخشش پیشاب استفاده میبرن یعنی کرسین هم خیلی بین خلق معمول میشه. این چیزا ضررهای خود رو دارن. توبت کردن ما شانس توبت بسیار هم کم میشه. خود معالجه کردن و صحت آوردن نمیرسه. سیاحت بیشتر مشغول شدن، ورزش مشغول شدن. همیشه خود را احتیاط کنید و عائله خود را سالم نگه دارید.